سلام، سارا شماعی هستم. تا به امروز با برندهایی مثل تراست، لایفگارد و کلاس وان در خدمتتون بودیم. امروز معرفی برند سرژه رو داریم. سرژه به معنای نغمه و آواز هستش و محصولات آرایشیمون رو قراره با این برند به شما عرضه کنیم. دلیل اینکه محصولات آرایشیمون رو توی برند سرژه می‌خوایم عرضه کنیم این هستش که محصولات خیلی خاص‌تر و پروفشنال‌تر دیده میشن. همینطور به مشتری خیلی حس بهتری القا میکنه. به عنوان مثال کمپانی لوریال هم همین کارو کرده. محصولات مو با برند گارنیه عرضه داده میشه، محصولات پوست با برندی مثل لنکام و محصولات آرایشی با برندهای مثل نیکس و خود لوریال عرضه میشن. اولی محصولی که با برند سرژه میخوایم بهتون معرفی کنیم ریملامون هستش. این ریملا توی 2 مدل عرضه میشه تا بتونه تمام سنها، سلیقه‌ها و موقعیت‌ها مناسب باشه. اولیش ریمل حجم دهنده هستش و دومی ریمل بلند کننده هستش. یکی از مهمترین ویژگی این ریمل پکیجینگ خیلی خاصش هستش. این پکیجینگ یک آینه داره که وقتی شما اون محافظ روی آینه رو بکنین یک آینه خیلی خوب و دقیق بهتون میده و باعث میشه که شما هر جا که باشین، چه سر کار، چه داخل ماشین، چه توی مهمونی، بتونین که از ریملتون به راحتی استفاده کنید. طریقه مصرف این ریمل خیلی راحت هستش. اول شما اون قسمت‌های اضافی رو پاک میکنین و بعدش ببینین که این شونه 2 تا قسمت داره. یک طرفش برای اپلای کردن و برای حجم دادن هستش و قسمت دیگه که حالت شونه‌ای داره برای جدا کردن موجه هستش. این ریمل موجه ها رو بلند میکنه، جدا میکنه، لیفت میکنه و کل روز موجه ها رو بالا نگه میداره. همینطور یه حجم خیلی طبیعی میتونه به موجه ها بده. در واقع میشه گفت این ریمل مناسب کسایی که ظاهر خیلی نچرال‌تر و طبیعی‌تر رو ترجیح میدن و یا دوست دارن که مصرف روزانه داشته باشن از ریملاشون برای سر کار، بیرون رفتن یا دانشگاه. از طرف دیگه ریمل والیوم پلاس رو داریم که موجه رو بلند میکنه، جدا میکنه و حجم خیلی بیشتری میتونه بده. این ریمل برای کسایی که مثلا موجه‌های دراماتیک‌تر رو ترجیح میدن، آرایش غلیظ‌تر رو دوست دارن و یا برای آرایش شب خیلی بهتر هستش. براش این ریمل یه براش حجم دهنده هستش. یکی از تفاوت‌های مهم این ریمل که از بقیه ریمل‌های موجود تو بازار متفاوتش میکنه این هستش که بین لول هستش و شما میتونید لایه‌های بیشتری بزنید و حجم بیشتری بگیرید. و همینطور اصلا به هیچ عنوان حس سنگینی رو به موجهاتون حس نمی‌کنید. این حسی که کل روز شما یه ریملای سنگینی دارین و جلوی چشاتون رو میگیره رو به هیچ عنوان با ریمل سرژه حس نمی‌کنید. از مزایای مشترک این 2 تا ریمل میشه گفتش که فرمولاسیون بسیار سبکی دارن و دوام بسیار طولانی دارن. کل روز میتونید داشته باشین و به هیچ عنوان زیر چشم نمیریزه. هر 2 ریمل ضد تعریق هستن ولی ضد آب نیستن. به این معنا که با میسلار و یا آرایش پاکن 2 فاز به راحتی میتونین آرایشتون رو پاک کنین. یکی دیگه از مزیت‌های مهم این ریمل این هستش که 15 میل هست و از اکثر ریمل‌های موجود در بازار حجم بیشتری داره و طولانی‌تر قابل استفاده هست. تاریخ انقضای ریمل‌ها 6 ماه پس از باز شدن درب است. داخل فرمولاسیون این ریمل‌ها از روغن مارولا، روغن کاملیا، ویتامین ای و ویتامین B5 استفاده شده. این خواص کمک میکنن که از آسیب به موجه شما جلوگیری بشه، موجه شما نرم بمونه و مخصوصا در اثر استفاده روزانه ریزش نیاره و برعکس تقویت بشه.